بریم برای پخت یه بریانی گوشت از جنس پنبه. پیازها رو خرد میکنیم و پیاز رنده شده رو به گوشتمون اضافه میکنیم. بعد از 20 دقیقه ورز دادن نمک رو بهش اضافه میکنیم. بعدش هم پودر لیمو عمونی بهش اضافه میکنیم به اندازه کافی. بعدم پودر هل و باز دوباره بهش ورز میدیم. بعد مواد رو میذاریم توی سطل سربسته و مدت 48 ساعت میذاریم توی یخچال. برای کف قابلمه سیب زمینی رو به قدر 2 سانت برش میدیم و با آب زعفرون و زردچوبه بهش اضافه میکنیم. یه دیگ بزرگ میذاریم رو آتیش و نمک بهش و یه نمک به برنج نمیذاریم چون نمک به آب زدن مزه برنج رو بهتر میکنه و موادی مثل هیل و دارچین و میخک و فلفل سیام به آبمون اضافه میکنیم. هم رنگش عوض میکنه هم عطر بوش رو بهتر میکنه. بعد برنجای خیز داده رو میریزیم تو دیگمون و میذاریم بیجوشه، ولی نه به اندازه‌ای که نرم بشه. برنج یه خورده سفت میگیریم چون همراه گوشت باید حدود 5 ساعت باز دوباره دم بکشه. کف قابلمه رو روغن میریزیم و پیازایی که خرد کرده بودیم و باهاش سرخ میکنیم، ولی نه زیاد. پیاز روغن رو از دیگ جدا میکنیم چون پیازها به تنهایی باید بره کف دیگ بخوابه که سیب زمینی ها و گوشتامون نسوزه و کل سیب زمینی ها رو پیاز صف میدیم و گوشتایی که 48 ساعت خوابیده رو سیب زمینیمون خیلی قشنگ صف میدیم و بعدش هم فشار میدیم تا هیچ هوایی بین گوشت سیب زمینی نباشه و بعد نخود و کشمش رو به گوشتمون اضافه میکنیم. حواستون باشه قبل که آب زعفرون اضافه بشه 2 لیوان روغن رو نخودا ریخته بشه. بعدم آب زعفرون و برنجایی که یه خورده سفت گرفته بودیم و میریزیم رو موادمون. و اینجاش از همه مهمتره برای خوشمزه شدن و بهتر دم کشیدن برنجمون 5 تا سوراخ و تو سوراخ‌ها دارچین صف میدیم و روغنی که باهاش پیاز سرخ کردیم به برنجمون اضافه میکنیم و آب زعفرون امضای کارمونه که واقعا خوشمزه میشه. بعد سرش سفت میبندیم و میره رو دم برای 5 ساعت دم ملایم. حالا بریم بعد 5 ساعت نتیجه کار رو ببینیم. ممنون میشم اگه خوشت اومد اون قلب کناری رو قرمز کنی. اول برنجا رو به آرومی جدا میکنیم میریزیم تو ظرف دیگه تا بهتر موادمون از کف قابلمه بیاد بیرون. نگاه کنید بچه‌ها، این گوشت نیست، این پنبه است. ماشاءالله به رنگ لابش و نرمی گوشتش. ممنون میشم برای دیدن ویدیوهای بیشتر پیج ما رو دنبال کنید و این ویدیو رو شیر، سیو و واسه دوستاتون بفرستید. واقعا very nice. ماشاءالله.